تمرینای صفحه 15 اینجا اومده میگه که ببین این همونیه که بهت توضیح دادم که خیلی از مسئله ها رو میتونی با ماشین ورود و خروجی حل کنی. این یکیش داره میگه آقا پول طاهره 2 برابر پول غزله، یعنی غزل هر چی داشته باشه طاهره 2 برابرش رو داره. درسته؟ یعنی پول غزل اگه باشه 1، طاهره 2 تا داره. اگه غزل 4 تا پول داشته باشه طاهره 8 تا پول داره. درسته؟ پول طاهره 2 برابر پول غزله. سپس جدول رو کامل کن. آقا این الگویشه، این ماشین ورود و خروجیشه. غزل اگر 100 تومن داشته باشه طاهره 2 برابرش داره. اگر 200 تومن داشته باشه طاهره 400 تومن داره. اگر 300 تومن داشته باشه طاهره 600 تومن پول داره. حالا طاهره 800 تومن داره. غزل چقدر؟ برعکسش رو پیش میری، یعنی تقسیم بر 2 میکنیم. اینجا رفتیم ضرب در 2 شده، برمیگردیم تقسیم بر 2 میکنیم، یعنی غزل 400 تومن داشته که طاهره شده 800 تومن. اینجا همونه ماشین ورود خروجی. اگر غزل 200 تومن داشته باشه طاهره 400 تومن داره. اگر غزل 300 تومن داشته باشه طاهره 600 تومن داره. اگر طاهره 800 تومن داشته باشه حتما غزل 400 تومن داره، چون باید برعکسش رو پیش بریم، یعنی تقسیم بر 2 کنیم، لجبازی کنیم. اینجا گفته هرچی وارد این ماشین بشه ضرب در 5ش کن و تحویل بده، یعنی 2 5 تا بشه 10 تا. درسته؟ اینجا برعکسش رو پیش میریم. 30 یه چیزی وارد ماشین شده ضرب در 5 شده 30. ما باید برعکسش رو پیش بریم، یعنی تقسیم بر 5ش کنیم. 30 تقسیم بر 5 میشه چند؟ میشه 6. 50 جواب بوده یه چیزی وارد ماشین شده ضرب در 5 شده 50. برعکسش رو بریم. 50 اگه تقسیم بر 5 بکنیم میشه 10. این یکی ماشین. 30 وارد ماشین منهای 5 شده، 30 منهای 5 بشه میشه 25 و تحویل میده. 20 وارد ماشین منهای 5 شده پس میشه 15. یه چیزی بوده که وارد ماشین منهای 5 شده 10. ما برعکسش رو پیش میریم، یعنی به اضافه 5ش میکنیم. 10 به اضافه 5 میشه 15. امتحانش کنیم. 15 رو اگر منهای 5 کنیم 10 رو به ما تحویل میده. این یکی ماشین ترکیبیه. 4 واردش میشه ضرب در 3 3 4 تا 12 تا اینجا رسیدیم شده 12. حالا 12 رو میگه منهای 2 بکن تحویل بده، یعنی 10. 10 وارد ماشین شده ضرب در 3 تا اینجا اومده میشه 30. 30 رو منهای 2 میکنیم و میشه 28 رو به ما تحویل میده. یه چیزی بوده که ضرب در 3 شده منهای 2 شده و شده 13. ما برعکسش رو پیش میریم. پس اول به اضافه 2 میکنیم، بعد تقسیم بر 3 میکنیم و جواب به دست میاریم. 13 رو باید به اضافه 2 بکنیم میشه 15. تا اینجا رسیدیم شده 15. حالا 15 رو باید تقسیم بر 3 بکنیم و میشه چند؟ و میشه 5. اینجا شکلیه ماشین ورود و خروجمون رو به صورت شکلیه. ببین یه دونه از اینا داده، بعد گفته 4 تاش بکن. وارد ماشین شده 4 تاش کرده. ببین 1 2 3 و 4 تا. میبینی؟ حالا اینجا یه دونه دایره داده وارد ماشین شده و میگه 3 تاش کن. بفرمایید 1 2 و 3. اینجا یه دونه مربع 4 خونه‌ای داده و گفته 2 تاش کن. بفرمایید ما هم 2 تاش میکنیم این شکلی. این 1 2 برابرش کن، این هم 2. اینجا گفته این شکل رو 3 تاش بکن، یعنی چی؟ این 1 این 2 و این 3. اینجا گفته اینو تقسیم بر 2 بکن. 2 تا بوده تقسیم بر 2 بشه میشه یه دونه از اینا. یه چیزی بوده که ضرب در 2 شده و شده این مثلث ها. چی بوده؟ یه دونه مثلث بوده که ضرب در 2 شده و شده 2 تا از اینا.
گسترده نویسی رو اینجا اومده برامون جمع‌بندی کرده، مرور کرده. ببین اینجا من سه تا که جدا کنم 700 1000 20 1000 5 1000. خب کلمه 1000 رو که میشنوم یاد 3 تا صفر میافتم. 689. پس میشه 725,689. این یکی 800 1000 و 3000 میشه 803,000 و بعد در ادامه یه 700 داریم و 8. الان میشه 803,708. اینجا چی دارم؟ سه تا که جدا کنم متوجه میشم اینجا 6 توی صدگان هزاره. پس 6 تا 100 1000 تایی دارم. 100 رو که میشنوم 2 تا صفر، 1000 رو که میشنوم 3 تا صفر. این 6 توی صدگانه هزاره، پس میشه 600,000. 5 توی یکان هزاره. ببین صدگان، دهگان و یکان. 5 توی یکان هزاره یعنی 5,000. کلمه 1000 رو میشنوم 5 توی یکان هزار و 3 تا صفرش. 3 هم توی 10 تایی ها قرار گرفته، میبینی؟ پس میشه 30. اینجا 3 تا که جدا کنم متوجه میشم 7 توی صدگانه هزاره. 2 تا صفر مال 100، 3 تا صفر مال 1000. پس میشه 700,000 به اضافه 2 توی دهگانه هزاره. 10 رو که میشنوم یه صفر، 1000 رو که میشنوم 3 تا صفر. دهگانه هزار. پس میشه 2 رو مینویسیم. این دهگانه هزار به اضافه 2 توی 10 تایی یاست یه صفر، پس میشه 20. 7 هم که توی یکانه و هیچ صفری نداره. اینجا اومده میگه آقا یه 100,000 دارم، یه 200,000 دارم، جمعاً میشن 300,000. پس من اینجا توی صدگانه هزارم دارم، بذار 3 تا بکشم. توی صدگانه هزارم دارم 3. چرا؟ چون یه 100,000 دارم، یه 200,000 میشه 300,000. گذاشتم توی صدگانه هزار. اینجا یه 8,000 دارم، یه 4,000. 8 و 4 که جمع کنیم میشه 12. 12,000 اینجا دارم. نگاه کن 12,000. کلمه 1000 یعنی خانواده یکی هامون صفرن. و ادامه ماجرا یه 70 دارم با یه 10 که میشه 80 و یه 9 تنهام دارم و اینجا 100 تاییام هیچی نداشتیم. پس عددمون شد 312,089. مبحث ماشین‌های ورود و خروجیمون هم تموم شد. صفحه 15مون. پرقدرت وارد صفحه 16 میشیم.